چجوری پستامون رو بیشتر آپلود کنیم یا ویوهای بیشتری بگیریم؟ بریم که داشته باشیم. سلام دوستان، چنل من رو سابسکرایب کنین و با لایک کردنتون به هم انرژی بدین. بریم که داشته باشیم. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. آرش میرزایی هستم، خیلی خوش اومدیم به چنل خودتون. بریم که آموزش اینو داشته باشیم چجوری ویو پستامون رو بیشتر کنیم، بیشتر از قبل بشه و بخوایم که چند تا پست های وایرال رو اوکی کنیم تا پستمون میلیونی بشه و بتونیم که فالوورای خیلی زیادی رو برای پیج خودمون راحت تر بیاریم. دوستان، خیلی از صفحاتی که الان هستش همشون از استمرار خودشون شروع کردن. اونایی که میبینین خیلی بالا دارن فالووراشون زیاده، خب اونا هم از یه جای شروع کردن، اونا هم صفر بودن و تا به این جایگاه رسیدن. چند تا فرق و اصولی که بقیه از اون بیخبر بودن رو اونا اومدن اجرا کردن و باعث شده که الان ویوهاشون میلیونی بخوره، خیلی خیلی سفارش های میلیونی بگیرن، یعنی سفارش هایی که واقعا حتی یه مغازه هم نمیتونه اون رو بگیره. پس راحت تر اینه شما بیاین در مورد یه چیزایی که میخواین روی اون تمرکز کنین، خیلی باید روی اونا فکر کنین، ایده بسازین و بخواین که پستتون رو آپلود کنین، نودهی خیلی بالایی داشته باشه، افراد راحت تر بتونن اون رو ببینن و بعد دیدن اونها جذب پیجتون بشن. اینجوری نباشه که آره اومدن دیدن دیگه ولش کنن پیجتون رو و به اکسپلور برن. 100% باید هوک رو رعایت کنین، یعنی جذب کننده افراد روی پست. اگه اون اوکی بشه راحت تر میتونین که به خودتون این اجازه رو بدین ویوهای میلیونی بگیرین. اگه این اصل رعایت شد، مطمئن باش پیجت یه ماه نشده هم میبینی بیشتر از اون چیزی که توقع داشتی میره بالاتر. پس حق بده به تمام افرادی که میان و خودشون رو در قالب ایده هایی که هستش به اون پیاده میکنن. سعی کن که این کارا رو انجام بدی و بیای در مورد چیزهایی که ایده های خاصی دارن روی اونا تمرکز کنی. بیا پستی که آپلود میکنی رو با هشتگ های مختلف شروع بکن، هشتگ هایی که به پستت مرتبط میشه و نباید زیاد بذاری اون هشتگ ها رو. برای اولش مهمه که هشتگ بذاری، ولی بعد اینکه فالوورای زیادی گرفتی دست خودت راحت تر میتونی یا هشتگ نذاری یا بازم هشتگ بذاری، اون دیگه بستگی به خودت داره. تا باید اون فالوور اولیه اوکی بشه. این کارها رو انجام بدین 100% دوستان پستای میلیونی میگیرین. دوستتون دارم، با اجازه.